سوال دیگر، چرا و چی سبب شد که به زمین سوریه آمده جهاد برده ایستادین؟ چی شما رو وادار کرد به این؟ من چرا اینطوری سوال دادم؟ در سالهای آخر ایران به تاجیکستان بسیار ربط سخت گرفته است و در مردم تاجیکستان بسیار وعده کلان میدهد که ما خیرخواه شما هستیم. خصوصا برادران مسلمان تاجیکستان نباید به هیچ گونه فریب این مکاران را بخورند. مثلا اینا از این باب وارد میشن. پس سوال این است که چرا یک حکومت ولایت فقیه از مذهب شیعه معتدلی به طرف رافضی جنگجوی خونریز رفت؟ سوال این است که مردم ایران سطح زندگیشان چطور بها میدید؟ بلند است یا پست؟ در اوایل انقلاب قرار بر این بود، چنانکه خمینی میگفت همه چیز مجانی بشه، آب، نان، برق، اتوبوس مثلا درون شهری و بیرون شهری و همه چیز خدمات رایگان بشه. چرا؟ چون ما روی بحری از نفت و ذخایر زیرزمینی هستیم. در حیرت موندم تو اینقدر مردم ایران در ظلم هستند. بارها و بارها شده در تظاهرات های مردم ایران اعلام کنند که ما نمیخوایم شما در کشورهای دیگر دخالت کنید. دخالت کردن در کشورهای دیگر هزینه بر است، ما نمیخوایم. اگر شما خبر داشته باشید، پرزیدنت تاجیکستان خود را پدر ملت اعلام کرد، پیشوای ملت اعلام کرد، یک حمایتگری ملت تاجیک اعلام کرد و این چنین ایران بزرگ میگوید که ما فارسی بزرگ هستیم، ما حمایتگر هستیم از فارسی زبان ها. اگر شما خبر داشته باشید از تاجیکستان، در تاجیکستان روز از روز قانونهای ضد مردمی و ضد دینی برآورده ایستاده‌اند. ستر و حجاب ممنوع، ریش ماندن ممنوع، تا 18 ساله به مسجد رفتن ممنوع. اگر ما در تاجیکستان رویم شما را دعوت کنیم به زیارت ما به تاجیکستان میآیید، دعوت ما را میپذیرید؟ حتما ان شاء الله، اگر مجال باشه که بذارن برگردیم ان شاء الله حتما. اگر شما هم دعوت کنید ما تاجیک‌ها ان شاء الله تیار هستیم که با کمک شما به ایران رویم، زیرا که ما ایران تاجیکستان این چیز رو دو چیز نمیبینیم، ما باید دیگر ربط داریم. ما هم تیار هستیم که به کمک شما حاضر شویم. السلام علیکم دوستان و هموطنان. امروز مهمان ما شخص با لقب ابو صفیه، قماندان کل حرکت مهاجرین اهل سنت ایران. ایشان مسئول امیر جماعت می باشند. نام اصلی شیخ عبدالرحمن فتاح شهروند ایران هستند. از سال 2015 تا حاضر در سوریه جهاد دارند. ایشان برای آموزش دینی به عراق سفر کردگی است. عبدالرحمن فتاح در ایران هم بر گروه جهادی کار میکرد. مهمان ما از علم دینی، سیاسی و جهادی و تجربه خیلی بوی است. خواستیم با ایشان صحبت کنیم، معلوماتی از ایران گیریم و فایده از علمی تجربه ایشان گیریم. السلام علیکم و رحمت الله. شیخ تشکر که مهمانی ما رو پذیرفتید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما هم ضمن عرض سلام و خسته نباشی به شما و دستاندرکاران و تیم همراه شما. خیلی خوشحال هستیم که با شما هستیم و در این پودکست و این مصاحبه حاضریم ان شاء الله، در خدمتیم. تشکر با شما هم. سوال بود، شما از عائله سنی مذهب هستید یا مذهب سنی را قبول کردید؟ ما از اهل سنت هستیم اصالتا. البته لازم به ذکره که ایران قبلا اهل سنت بودی، همیشه تا قرن دهم هجری همه ایران اهل سنت بودی، ولی بعد از قرن دهم تقریبا میشه گفت در سال 907 هجری زختی که اونان به اهل سنت ایران آوردن، اهل سنت به زور و به اجبار، بعضی هاشون حتی در بعضی از شهرها در حدی میشه گفت به قتل عام مردم دست زدن و مردم را مجبور کردن که مذهب تشیع قبول کنند. و الا ما اهل تشیع و هم اهل تسنن همه اهل سنت بودیم، ولی من الحمدلله اهل سنت هستم و یعنی از اهل سنت ایران اصالتا اهل سنت هستیم و اهل کردستان که میشه گفت شمال غرب ایران میشه. معمولا
در ایران مناطق حدودی همه اهل سنت هستند، کردستان، بلوچستان و تقریبا خوزستان. زاهدان هم بلوچستان زاهدان میشه دیگه. ایوه. چند درصدی ایران اهل سنت هستند در حال حاضر؟ به خاطر مسائل سیاسی و امنیتی و اینا مثلا ایران نمیخواد آمار صحیح و دقیق از اهل سنت ایران بگن و تا حالا مثلا آمار رسمی ندادن، ولی طبق اون چیزی که مثلا کارشناس ها میگن یک آمار تقریبی هست که میگن اهل سنت ایران در حول و حوش 20 تا 25 میلیون نفر می باشن. خیلی بسیار است. بله، یعنی رقم زیادی هست، ولی چنان که گفتم مثلا به خاطر یه سری مسائلی که ایران نمیخواد فاش شود مثلا دیگران بفهمن آمار صحیح و دقیق نمیده، علی رغم اینکه چندین بار در ایران سرشماری شده ولی از لحاظ مذهبی آمار صحیح و دقیق رو نمیگن. در ایران حقوقهای سنی مذهب رعایت میشود؟ در ایران یعنی حقوق اهل سنت نه اصلا، یعنی یکی از مشاکل اهل سنت در ایران دارن همین مسائل حقوق اهل سنته، یعنی چه از لحاظ سیاسی بگی، چه از لحاظ اقتصادی، از لحاظ مثلا اجتماعی، از لحاظ مثلا تمام مسائل که در یک یعنی مردم واسه اونا حقوق تعریف شده، حقیقتا در ایران واسه اهل سنت این حقوق علی رغم اینکه در بعضی حقوق در قوانین اساسی حتی ذکر شده ولی رعایت نشده هنوز. یعنی اهل سنت از جهت سیاسی محرومن تماما، هیچ کسی در رده های بالا در مسائل سیاسی نیست. در مسائل اقتصادی مناطق اهل سنت یعنی به نسبت مناطق وسط ایران خیلی عقب افتاده هست، یعنی سرمایه گذاری نمیشه، نمیذارن، امتیاز نمیدن. از لحاظ مثلا اعلامی مثلا اهل سنت هیچ اثری از اهل سنت نیست در ایران. از لحاظ مسائل حتی تحصیلات دروس عالی هم حتی مگر اینکه مثلا یه نفر بخواد اگر ادامه تحصیل بدهد حتما باید در یکی از ارگانهای نظام عضو بشه، مثلا در بسیج، در سپاه و الا اجازه نمیدن. به همین خاطر در تمام مثلا ابعاد اون چیزهایی که مثل حقوق تعریف شده اهل سنت محروم هستن حقیقتا. سبحان الله. شما سال 2015 به سوریه هجرت کردید. پیش از سال 2015 در حرکت جهادی در ایران کار میکردید. از سن چند سالگیتان در این حرکت جهادی پیوستید؟ ما تقریبا در ایران بعد از اینکه فارغ التحصیل شدیم، ما حتی الان یعنی این سوال هم یا جواب این سوال هم تقریبا ربطی دارد به جواب قبلی. ما در اهل سنت خصوصا در کردستان تا امروز به روش سنتی درس میخوریم، یعنی نمیتوانیم بریم دانشگاه، نمیتوانیم، معاهد اهل سنت نداریم. بعد از اینکه مثلا از این یعنی روش سنتی در مساجد و حجره ها مثلا فارغ التحصیل شدیم، بعد از فارغ التحصیل شدن ما مشغول به کار دعوت و ارشاد و اینا یعنی مشغول شدیم و واسه اینکه مثلا کار دعوی یعنی خوب پیش بره با بعضی جماعت های اسلامی چرا مثلا ارتباط داشتیم و از اونا تا حدی الگو میگرفتیم. از جمله مثلا بعد از اینکه به عراق رفتیم و سفر و رحله علمی داشتیم اونجا مثلا و با برخی از برادران اونجا آشنا شدیم و با استاد عبدالقادر توحیدی که مسئول حرکت اسلامی اهل سنت ایران بود، با اون آشنا شدیم. از اونا تقریبا تجاربی و الگوهایی در عراق آشنا شدیم. بله از اونا گرفتیم و حالا یعنی
بعد از اینکه از اونا مثلا یه سری تجارب و آشنایی و معرفت و مثلا پیدا کردیم، با اون روش به کار دعوت و ارشاد و اینا ادامه دادیم و بیشتر تمرکز ما هم به مسائل اعتقاداتی و مسائل بعد از مسائل اعتقاداتی به مسائل جهادی بنا به این اقتضادیات یا مقتضیاتیات مثلا جامعه امروز اسلامی که در نهایت ضعف و اینا هستن و ضروری است که مسلمانان به جهاد و قتال و اینا برگردند و تا این مجد و عظمت و تاریخ گذشته خودشون رو بازگردونن. ما بیشتر روی این مسائل یعنی تمرکز میکردیم و تکیه میکردیم، مسائل توحیدی و مسائل جهادی و فراخوان جوانان به طرف جهاد و قتال و جماعت‌های جهادی. تشکر. و در ایران حکومت ولایت فقیه مذهب تشیع اهل سنتی که در شهروندان ایران هستند، در ایران موجود هستند، سبب بدبینیشون چی هست؟ هم مذهبی هست یا یگان دشمنی دیگر دارند یا دشمنیشان هم سببش ابوبکر و عمر هست؟ چرا یعنی شهروندی خودش رو حقوقش رو رعایت نمیکنند؟ والا علت این که مثلا حقوق اهل سنت یا اقوام رعایت نمیشه در نظام ولایت فقیه علل و اسباب زیادی دارد، ولی بیشتر از بر میگرده به چند علت و به چند عامل. یکی از اونا مسئله مذهبی است، دیگری مسئله قوم و زبان و فرهنگ و آداب و اینجور چیزاست و اونا از اولی که مثلا میخوان با ما تعامل کنن، برخورد کنن، با کسانی یا با مذهبی یا با جریانی برخورد میکنن که قبلا در کتابهای خودشون شنیدن که اینها کی هستن. مثلا اونا ما را اینجوری میبینن که ما قاتلان امام حسین هستیم، ما بر اهل آل و بیت پیامبر ظلم کردیم، آنها را مثلا دوست نداریم. یعنی با توجه به اینکه دین اونها مبتنی بر تقیه هست و بیشترین روی جماعت خودشان، روی مثلا اهل تشیع اینجوری مثلا نشر میکنن، شایع میکنن که ما با اهل بیت دشمنیم، اونا را دوست نداریم، اینجوری مثلا اهل تشیع علیه ما را میشورانن. یعنی از این یعنی شروع میشه از لحاظ بدبینی. مثلا حتی در حدی مثلا در بین علمای شیعه شایع است و به میان مردم و در میان نخبه اونا هم شایع است که مثلا ما کافریم چون اهل بیت رو قبول نداریم، امامت ائمه را قبول نداریم. یعنی بدبینی از اینجا شروع میشه. بعدا مسائل فرهنگی و قومی و زبانی و اینجور چیزها مثلا سبب و عامل دیگری هستند که مثلا اونا با ما یک حالتی بیگانگی دارن و ما را از خودشان نمیدونن، ما را ایرانی درجه دوم و سوم و اینا نگاه میکنن. اونا چطور از خود نمیدونن که قصه حسین، ما میدونیم که این قصه بین عربا شد، خلاف بین حسین و یزید شد و این بین دو قومی عرب شد، ولیکن مردم ایران در این دخالت ندارد. اون کشتاری که شد کی حق کی ناحق این مسئله دیگر است، ولیکن مردم ایران حق ندارد. چی علاقه دارد مردم بلوچستان، کردا یا سنی اهل سنتایی که در ایران هستند، اونها چی علاقه دارند در این؟ یعنی هیچ دست ندارند و همه اونها مشهور است که اهل بیت را دوست می‌دارند. یعنی عجیب است که یعنی بری هستند، یعنی ملت فارس، کرد و همینا بری هستند، ولیکن گناهی که در ملت عرب کرد با سری ما بار میکنه که شما شریک هستین. البته این بابت چنانکه در قرآن هست میفرماید، یعنی واضح هست چنانکه جناب علی فرمودید ولا تزر وازرة وزر اخرى، هیچ کسی گناه دیگری را تحمل نمیکنه. نه اینکه فارس و بلوچ و کرد و ایرانی و غیر ایرانی، عرب هم
این قضیه را تحمل نمیکنن. عرب هایی که مثلا نبودن، حتی در اون زمان بودن ولی در قضیه در این جریان مثلا شرکت نکردن. ولی علل این قضیه چیه؟ اونا مستمسکی میخوان. مثلا باید یک کمی برگردیم. اونا به عنوان اینکه فارس هستن و یک امپراتوری ساسانی اون زمان بوده و این امپراتوری توسط مسلمانان خلیفه دوم ساقط شده و نابود شده و محو شده، حالا مثلا مردم ایران مسلمان شدن، اونا نمیتوانن مستقیم بگن ما انتقام سقوط این امپراتوری میگیریم. ریشه مشکل از اونجا سر میشه، از اونجا مثلا شروع میشه. پس اینجا میان یه مستمسکی واسه خودشان جور میکنن و بهانه درست میکنن، از طریق این بهانه میخوان انتقام این قضیه را بگیرن. و الا اونا هم میدونن که ما نبودیم، چیزی مثلا حادثه رخ داده 1400 سال قبل و بین چند نفر بوده، اون افرادی که این حادثه رو داده فامیل بودن، یعنی ارتباط فامیلی و خویشاوندی با هم حتی داشتن و قضیه مسائل دینی هم مثلا در حدی نبوده، قضیه اجتهادی سیاسی بوده و تمام شده دیگه. علی رغم این که مثلا موقف اهل سنت از این بابت و از این حادثه روشنه که مثلا ما میگیم اون کاری که مثلا اون زمان رخ داده و نوه پیامبر شهید شده ما اصلا قبول نداریم و خیلی ازش ناراحت هستیم، ولی بعد از 1400 سال ما چیکار کنیم؟ ولی اونا میخوان مثلا واسه این که مثلا مستمسکی دلیلی بهانه‌ای واسه این که انتقامشونو بگیرن اینو بهانه کردن. چه بهتر از آل بیت پیامبر و مردم عوام را فریب بدی که ما دفاع از آل بیت پیامبر میکنیم که اونا به ظلم کردن مثلا. واسه همین از این قضیه سوء استفاده میکنن و هی میگن و مثلا شده جزء، علی رغم این که بعد از پیامبر 60 سال بعد از پیامبر فوت پیامبر این جریان صلی الله علیه و سلم به وقوع پیوسته یا اتفاق افتاده، ولی اونا این قضیه را همچنین اصول دین هر سال هر مثلا ماه تکرار میکنن تا اینکه مثلا قضیه نخوابد، همیشه چیزی باشد واسه اینکه این فارسا با مسلمانان درگیر بشن. الله. سوال دیگر، چرا و چی سبب شد که به زمین سوریه آمده جهاد برده ایستاده این؟ چی شما رو وادار کرد به این؟ بله، ولی چنان که قبلا گفتیم ما بعد از اینکه فارغ التحصیل شدیم در شهر خودمان مشغول دعوت و ارشاد و اینا بودیم که این نظام تحمل ما را تحمل نکردن، این دعوت و این ارشاد و اینا یعنی تحمل نکردن. البته این هم برمیگرده به سیاست نظام میخواد مردم تقریبا از دین، از اخلاق، از چیزهای ارزشی متنفر بشن و یعنی اونا مردمی میخوان که بتوانن ادارهشون کنن. مردمی که مثلا انگیزه‌ای ندارد، هدفی ندارد، دنبال مسائل مثلا مواد مخدر و این چیزها هست. یعنی جوانی نمیخوان که اهل فکر باشد، جوانی نمیخوان که متدین و منتظم باشد، کسانی میخوان که مثلا معذرت میخوام یعنی بدون هدف راه برن. اینا انسان‌های اینجوری میخوان. وقتی ما شروع کردیم خیلی از جوانهایی که مثلا در خیابانها ولگرد بودن، مثلا کاری نداشتن، کسابتی نداشتن، دنبال کارهای زشت و قبیح و اینا میرفتن. وقتی ما مثلا شروع کردیم به دعوت و به اینجور چیزها، مثلا جوانان خیلی زیادی ریختن به مسجد و به مساجد و به کلاس هایی که گذاشته بودیم. واسه همین اینا فشار آوردن به ما، زخم کردن تا اینکه مثلا چندین بار ما را فرا خواندن به اطلاعات و به استخبارات و اینا و در آخر مثلا 2 بار ما را دستگیر کردن و زندانی شدیم و در آخر 3 سال به ما حکم دادن. بعد از اینکه مثلا آزاد شدیم از ما تعهد گرفتن که نباید دعوت دینی را شروع کنیم مجددا و بعد از اینکه مثلا حکم هم تمام شد، آزاد هم شدیم، تعهد هم دادیم که به مسجد اینا نریم. هر از سنگاهی ما را دعوت میکردن به
اطلاعات و بازپرسی و اینجور چیزا. یعنی در کل جوری شد که مثلا ما نتوانیم در ایران زندگی کنیم، زندگی بر ما تلخ کردن، مثلا نتوانستیم اونجا. همین سبب شد یعنی غیر مستقیم اونا ما را اخراج نکردن، ولی غیر مستقیم گفتن که باید جای شما اینجا نیست، باید برید. این یکی از اسباب و عوامل آمدن ما به سوریه این بود. بعدا هم اون جنگ و درگیری و ضعف و مظلومیت اهل سوریه که مثلا مردم بدون سلاح به خیابانها اومدن، ولی اونا ایران، بشار اسد، حکومت بشار اینجا ایران و اخیراً هم حکومت روسیه، اونا که مثلا با مردم بی سلاح و مظلوم اسیر 50 ساله در زندان مثلا با بدترین روش مثلا قتل عام میکردن، این هم سبب دیگری بود که ما چنانکه شرع از ما میخواد که مثلا وقتی که پیامبر میفرماید انصر اخاک ظالما و مظلوما، قرآن میفرماید و ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ما به این فرمان خدای متعال لبیک گفتیم و اومدیم به کمک برادران مسلمان خودمان در سوریه که بتوانیم حتی در حد اقلی که چیزی از دست ما بر بیاد کمکشان کنیم که الحمدلله نتیجه خوبی هم داشت و سرانجام انقلاب مظلومین در سوریه پیروز شد. الحمدلله. ولیکن چیز عجیب است که حکومت ایران، حکومت ولایت فقیه دستگیری از بشار اسد میکند و شهروندان ایران باشند دستگیری از مردم مظلوم سوریه میکنند. چرا اینطوری شد که یک دولت حکومتش دیگر طرف یک طرف شد و شهروندانش طرف دیگر؟ البته چیزی غریبی هم نیست در ایران، چون همیشه مردم با نظام اینجوری اختلاف دارن. حتی مثلا خیلی چیزهای دیگر شده که اینجوری باشد. مثلا در انتخابات اینجوریه، وقتی مثلا نظام از یک کاندیدای مثلا طرفداری میکند مردم رأی بهش نمیدن. وقتی نظام از کسی بد میگه مردم همه هجوم میبرن طرف اونو. یعنی مردم با نظام نیستن، یعنی به زبان حال میگن ما با شما نیستیم، سیاست شما را داخلی خارجی قبول نداریم. و قضیه سوریه هم همین جوریه. مثلا میزان ما، مقیاس ما، معیار ما اسلام است. وقتی کسی که مظلوم هست باید به طرفش یعنی در حد توان بهش کمک کرد. ولی میزان و معیار نظام ولایت فقیه غیر این است. کسی که در راستای مصلحت و منافع شما هست باید بهش کمک کنی، حتی ولو اینکه مثلا شیطان هم باشد. مثلا به کمک مثلا برادران ترکستان نمیرن که چین چه بلایی بر سر اونا میاره. به کمک امریکا میرن در رابطه با سقوط امارت اسلامی. به کمک امریکا میرن که میگن شیطان بزرگه واسه سقوط صدام حسین. ولی جای دیگری مثلا مثل فلسطین واسه اینکه فلسطین رو سبب کنن برای اینکه مثلا بر تمام منطقه خاورمیانه مسلط بشن، میان میگن علی رغم اینکه فلسطینی ها اهل سنت هستن ما ازشان دفاع میکنیم. اینجوریه. در سوریه مثلا با توجه به اینکه مثلا نصیری ها شیعین هم نیستن ولی به شیعه ها نزدیکن و از اونا جدا شدن و در زمان علی رغم اینکه مثلا حزب بعث عربی مثلا سوریه و عراق هر دوتاشون یه نفر تأسیس کرده، مشیر افلق تأسیس کرده، هر دو حزب بعث هستن. ولی در زمان جنگ ایران و عراق حافظ اسد با ایران بود، برخلاف تمام عرب ها در کفه ایران و در راستای مصالح اونا کار میکرد و اونا واسه این که مثلا یه پولی باشه برای ورود به خاورمیانه و به قول خودشان صدور انقلاب به تمام منطقه و بازگرداندن امپراتوری ساسانی، اما به روش مجوسی نه، به روش اسلامی شیعی نیاز داشتن که این پولو داشته باشن و روش هزینه کنن. ولی الحمدلله چون در راستای دین الله متعال نبود، عاقبتش اینجوری شد که هزینه زیاد
چه از لحاظ مادی، چه از لحاظ جانی، چه از لحاظ حیثیتی در آخر بعد از 40 سال از دستش دادن. الحمدلله. الحمدلله. شما ذکر کردید که مردم ضد حکومت ایران هستند و دستگیری نمیکنند، در همه کار ضدیت نشان میدهند، ولیکن ایران دعوا میکند که ما حقوق سنی مذهبا را رعایت کنیم و سنی مذهبا طرفدار ما هستند و ما دعوا میکنیم که ایران یک هستیم، مذهبی جدا نمیکنیم و بسیار دعواها دارند که خلاف دعوا اینطوری ما فهمیدیم. البته چنان که قبلا هم گفتیم دین روافض، دین اهل تشیع مبتنی بر تقیه هست. تقیه هم به معنی دروغ گفتنه، یعنی ظاهرت مخالف باطنته. اونا در اعلام و در حرف و حدیث و اینا خیلی زیاد از این یعنی مهارت دارن مخاطب خودشونو قانع کنن به این که مثلا ما اینجوری هستیم. بله. اونا در اعلام و اینا خیلی از این حرفا میگن، مثلا در رابطه با فلسطین، در رابطه با مثلا اهل سنت داخل ایران، ولی وقتی که مثلا به میدان عمل اونا نگاه میکنی اینو خلاف حرفهاشونو میبینی. مثلا از روزی که مثلا این انقلاب در ایران حاکم شده با اهل سنت یعنی تضاد داشته، مخالفت با حقوق اهل سنت مخالفت کرده، قبول نکرده، علمای اهل سنت رو زندانی کرده، علمای اهل سنت رو مثلا اعدام کرده. حتی حالا هم مثلا خیلی از برادران و جوانان اهل سنت، داعیان دین، دعوتگران، طالب علمها مثلا در زندان هستن، حکم ابد خوردن، حکم مثلا 20 سال و 15 سال خوردن. و مردم باید از زبان اهل سنت ایران بشنوی که این نظام ولایت فقیه تا چه حدی حقوق آنها را رعایت کرده. مثلا بالای 90%، 95% اهل سنت و اقوام ایرانی مثلا کرد، عرب، بلوچ، آذری ها از این نظام بدشان میاد، به خاطر اینکه مثلا 40 سال 45 سال گذشته به حق و حقوق خودشون دست نیافتن و راهی هم نیست، حالا در ناامیدی به سر میبرن. در قبل مثلا وعد و وعیدهایی میدادن ولی حالا این هم قناعت نمیکنه. هرگاه انتخاباتی میشه یه سری وعدی میدن ولی در آخر وقتی انتخاب تمام شد دیگه همه چیز میره هوا و محو میشه دیگه. من چرا اینطوری سوال دادم؟ در سالهای آخر ایران با تاجیکستان بسیار ربط سخت گرفته است و در مردم تاجیکستان بسیار وعده کلان میدهد که ما خیرخواه شما هستیم. یعنی مردم تاجیکستان سنی مذهب هستند، اکثر آنها 90% آنها سنی مذهب هستند و ایران چنان هم پیش سخنگویی میکند که ما خیرخواهی اهل سنت هستیم، ما با شما دوست هستیم، همطوری میگوید، ولیکن اهل سنت های شهروندان خودش فریب میکند و حقوقشون پایمال میکنند. نه که وعده شیرین در تاجیکستان میتد. برای من طوری سوال دادم که تا کدام درجه این وعده حکومت ولایت فقیه صحیح است. والا با توجه به اینکه مثلا ما تجربه زیادی و با اونا داریم و مثلا ما با اونا زندگی میکنیم، از نزدیک اونا را میشناسیم، واسه هر گروهی، هر جماعتی، هر دولتی، هر قومی بر حسب یعنی اون قوم مثلا میرون جلو. مثلا در تاجیکستان با توجه به اینکه مردم تاجیکستان سنی هستند نمیتوانند از مذهب استفاده کنند، یا شیعه ها در تاجیکستان ضعیفن یا در اقلیت هستند، از این کانال وارد نمیشن. از کانال دیگر از باب فارسی، از باب لغت فارسی، ما لغت ما یکیه، ما قدیم یکی بودیم، ایران بزرگ همه ما رو جمع میکرد، از لحاظ قومیتی میاد تحریک میکنه. یعنی همچون روبا با هر گروهی اینجوری. مثلا در منطقه ما کردها که مثلا مسلمان و سنی و اینا هستن از این باب وارد نمیشه. مثلا واسه این که چند سال پیش بود مثلا تمام کسانی که اینجوری مطرح کردن، تمام کسانی که تمام دولت ها و اقوامی که
نوروز را گرامی میدارن، آقای خمینی همه را جمع کرده و همه را میخواد مثلا نوعی کمک کنه، نوعی جمع کنه، نوعی وحدت بده. اینجوری مثلا واسه هر موضوعی و تعدادی مردم هم جمع میشن قطعا. واسه همین من یعنی توصیه ما مثلا به مردم، به تمام کسانی که مثلا این مصاحبه ما را میشنون، خصوصا برادران مسلمان تاجیکستان، نباید به هیچ گونه فریب این مکاران را بخورن. مثلا اینا از این باب وارد میشن ولی هدفشان این است تا جای پای خودشون در تاجیکستان مثلا پیدا کنن، بعدا شروع میکنن از طریق تطمیع و سیلی از مال و پول و اینا مردم ضعیف الایمان رو به طرف خودشان بکشن و مذهب تشیع نشر دهند و بعدا در آخر یک گروه حزب اللهی مثل حزب الله لبنان درست میشه یا حوثی های یمن درست میشه، کشور رو نابود میکنه، متفرق میکنه و زمانی شما نادم و پشیمانی که هیچ از دستت بر نمیاد. باید قبل از اینکه اونا بخوان مثلا وارد کشور بشن و اونجا جای پای خودشون رو پیدا کنن، نذاری که جای پای داشته باشن اونا. از مکر اونها با خبر شدن دکتر. حکومت ولایت فقیه بعد از سوریه در آمدنش، بعد از زن و کودکان بیگناه مردم سوریه را کشتنش، آبروی این حکومت رفت. مردم نفرت کردن با این حکومت ایران که این حکومت ایران فقط خونریزی می‌بیارد یا خرابی می‌بیارد. زن و کودکان بیگناه را کشت. در اینجا مردم نفرت آوردن. یعنی کاری حکومت ولایت فقیه فقط لعن کردن به صحابگان، لعن کردن به اهل بیت، همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم و خونریزی جنگجویی همین هست. یعنی مردم بلکس دوری میجویند از این حکومت، دوری میجویند. یعنی روز از روز نفرتشون زیاد شد. پس سوال این است که چرا یک حکومت ولایت فقیه از مذهب شیعه معتدلی به طرف رافضی جنگجوی خونریز رفت؟ البته با نهایت احترام به محتوای سوال جناب علی، من نظرم اینه که اصلا از اول هم معتدل نبودن اینا، ولی اینجوری جلوه میدادن. مثلا حکومتی که مبتنی بر مذهب شیعی است و اون مذهب در کتب اساسیش، در اصول عقایدش معتقد است که مثلا ائمه اونا مثلا کسی امامتی اونا را قبول نکنه کافره و اگر به هر جوری که توانستی باید مخالف ائمه را نابود کرد، حتی اگر توانستی سرش زیر آب ببری، زیر دیوار نابودش کنی، در زندان نابودش کنی، یعنی معتقد بر این اعتقاد هستند. حکومتی که اینجوری پرورده میشه و بر این مذهب مثلا میاد حکومت میذاره، حکومتی که روز اول گفته من میخوام انقلاب صادر کنم. یعنی چی؟ انقلاب صادر کنم یعنی انقلابی که مثلا شیعه هست میخواد به اطراف و به تمام منطقه مثلا صادر کند و در اونجا هم خلایا درست کند. حکومتی که مثلا در هیچ دنیا نیست، معمول نیست که مثلا شما دو ارتش داشته باشی، ارتشی واسه داخل از حدود و مرز داخلی، مثلا از مرز و حدود و داخل کشور حمایت کند و ارتشی هم داشته باشی واسه برون مرزی. در هیچ جای دنیا اینجوری نیست. وقتی که روز اول اومدن اینا حکومت رو پایه‌گذاری کردن، یه ارتشی گذاشتن واسه دخالت در کشورهای همجوار. سپاه قدس کارش چیه؟ مربوط به ایران نیست، مربوط به خارج ایرانه. مثلا میشه به همچنین حکومتی گفت یعنی معتدل؟ بله میشه. مثلا در اوایل ما در حرف میدیدیم که مثلا ما و اهل سنت برابریم، با همیم، حقوق ما یکسانه، ولی تا جای خودشونو، جای پایشونو محکم کردن. ولی بعد از اینکه محکم شدن و سلطه نظام و حکومت و سلطه را در دست گرفتن، همه مخالفین را قلع و قم کردن. اهل سنت، اقوام، بلوچ، کرد، ترک، عرب، آذری،
حتی مخالفان خودشون، یعنی اونایی که شیعه هستن و زبان خودشان به زبان خودشان صحبت میکنن، فارسی هستن، ولی در بعضی موارد با سیاست نظام مخالفن، همه را کشتن. از جمله مثلا اون شخصیت اول بعد از خمینی، این رفسنجانی، اونو رو ترور کردن، کشتن دیگه. یعنی از اول اینجوری بودن، ولی بعدن که مثلا قوت گرفتن، نیرو گرفتن، مسلط شدن بر ایران، مثلا خودشونو اظهار کردن، خودشونو آشکار کردن. و بعد از اینکه انقلاب سوریه شروع شد دیگه نتوانستن خودشونو، یعنی به تعبیری میشه گفت انقلاب سوریه آنها را فضح کرد، چهرهشونو باز کرد. اون غطایی که رو چهرهشان بود باز شد دیگه. واقعیت روافض و شیعه که تعاملش، برخوردش، اعتقادش به نسبت اهل سنت چگونه هست آشکار کرد دیگه. همه گفتن، روحانیونشون، ائمهشون، سیاسیوشون، مثلا همهشون گفتن به بهانه وهابی بودن و به بهانه حفاظت و حمایت از حرم زینبی و فلان و اینا، مثلا اینا را مجوز قرار دادن واسه اینکه قتل عام اهل سنت و مثلا آشکار کنن که دیگه نمیتوانستن از کانال سیاسی و تقیه و مثلا کمک به فقرا و اینجور چیزها مثلا وارد بشن. دیگه انقلاب اجازه نمیداد که از این کانال ها وارد بشن، مجبور شدن این چهره واقعی خودشونو نشان بدن. پس از اول معتدل نبودن، از اول افراطی بودن، از اول اینجوری بودن، ولی مخفی میکردن، تقیه میکردن تا اینکه مثلا مسلط شدن. من در خاطر دارم که تقریبا 20 سال پیش، 20-25 سال پیش در تاجیکستان بعضی علما، بعضی دعوتگرا بسیار محبتی داشتن به ایران که میگفتن که نگاه کنین دولت اسلامی نامش خیلی زیباست و ضد اسرائیل جنگ بکنه، شعارهای ضد اسرائیلی، ضد امریکایی دارد. یعنی بسیار همخن شعارهای شیرین داشتن، مردم مفتون شدن. مردم مفتون شدن. حتی ایران رفته می آمدن، فکر میکردن که مذهب با راه خودش، ولیکن خیرهای اسلام هست، یعنی ما سنی باشیم که خیرهای ما هم هست نگفته، همخن بسیار مفتون شدن، محبت داشتن. ولیکن چطور که ذکر کردید الان با من صحبت میکنن، بعد از سوریه در آمدنشان نفرتی مردم تاجیک هم خیلی زیاد شد، نفرت کردن که این ما محبت داشتیم با ایران، این حزب اللهی که تشکیل کرده بودن ضد اسرائیل، این ضد مردم سوریه شد. مردم سوریه شد، نفرتشون روز از روز زیاد شد. فهمیدن که چهره دیدن که در چهره تشیع تگش چهره رافضی جنگجوی تندرو هست. همینی مثلا کسی که حکومتی که مثلا علیه مردم خودش اعلان جهاد کند میشه گفت معتدل. در اوائل انقلاب علیه اهل سنت خصوصا کردستان اعلام جهاد کردن، اونا علمای اهل سنت رو دستگیر کردن، برجسته‌ترین علمای اهل سنت رو اعدام کردن در کردستان، در بلوچستان. یعنی به حقیقت اینا مثلا فلسفه وجود اینا که در نیمه آخر قرن 20 انقلاب اسلامی در ایران مثلا پیروز میشه و خمینی از فرانسه بدون هیچ گزندی، بدون هیچ مزاحمتی میاد در تهران مینشینه و امریکا پشتیبانی میکنه، فلسفه این حکومت و این انقلاب چیه؟ این انقلاب بعد از سقوط خلافت اسلامی درست شده. وقتی نگاه میکنیم مثلا به دو چیز نگاه کنیم، این که در قرن 20 در نیمه آخر قرن 20 که تمام دنیا از مثلا از دین به نوعی میشه گفت جوری اعلام کرده بودن که متنفر بشن، و بعد از سقوط خلافت اسلامی یه حکومت اسلامی میاد و هیچ کس مخالفش نمیشه. این یکی. دوما در تمام منطقه، هر جای، هر منطقه، هر مکانی، هر کشوری گروهی جماعتی از اهل سنت به پا میخیزد و میخواد از حقوق اهل سنت دفاع کند. این رافضه ها، این حکومت ایران میاد سرکوب میکند، نتیجهش اینه که اونا آوردنش واسه این که مثلا نذارن باری دیگر خلافت اسلامی درست بشه. فلسفه وجود اینا این است. ولی الحمدلله در تاریخ هم همینطور بوده. هرگاه اهل سنت ضعیف بوده اونا آمدن بالا، آمدن بیرون
و هرگاه حکومت اهل سنت یا اهل سنت به طور عموم مثلا به دین برگشته، التزام دینیش زیاد شده و حکومت قوی و نیرومندی داشته، اونا مثلا رفتن خفا و گم شدن دیگه. کمی از موضوع بیرون برایم. چرا من خواستم با شما مصاحبه داشته باشم؟ زیرا که در شبکه‌های اینترنتی بسیار معلومات کردن که گویا من مردم ایران رو دوست نمی‌دارم، بدبینی دارم. برای من خواستم که با بینندگان که با شهروندان ایران مصاحبه کنیم، صحبت کنیم که ما بالعکس خیرخواه مردم ایران هستیم. ما کتف به کتف بر یک صف ایستاده ضد دشمن ایستادگی کرده ایستادیم و ملت تاجیک و شهروندان ایران از دست این آخوندا ضرر میبینن. یعنی مردم فهمن که بالعکس من خیرخواه مردم ایران هستم. فقط مشکل ما همون است که از دست همین سیستم آخوندی ما ضرر میبینیم. و دیگر یادرسان کنم که مهمون ما امیر جماعت هستند و در سوریه در وزبین ترین منطقه حمایت رباط میستند، در خطرناکترین، در وزبین ترین، یک دشوارترین جا ایستادگی کردن. این یک کوه کبینی می باشد که به همه مشهور هست که چی جوی وزبین هست. ماشاءالله که شیخ با جماعتشون در این جا ایستادگی کردن. از سببی که دشمن صدها بار هجوم کرد در این منطقه ناکام شد، حتی 1 متر رفتن نتونست. هزارها تن قذیفه پرتاف در این کوه، این کوه سنگین به خاکستر تبدیل داد از سبب این قذیفه‌ای که دشمن میپراندن. باز هم ناکام شدن، 1 متر آمده نتونستن. شیخ بسیار مردم سوال میتن که جماعت شما چطور تونستن که ضد اینقدر دشمنی که روسیه دولت پرقدرت هست، سوریه، اینها صدها عملی کردن، هجوم کردن به منطقه که شما حمایت میکردین ولی که ناکام شدن؟ چی سر بود؟ چطور تونستید در این کوه ایستادگی کنید؟ باور کنید با کسی صحبت میکنید همه در حیرت میموند که چطور همونها ایستادگی کردن در همون جا. تمام مردم، حتی همین یک منطقه کوه کبینی مشهور شد، برای عالم مشهور شد که همونجوری طور ایستادن. حتی ضابطای روس ها طلب کردن که اجازه دین ما رفته همون منطقه کبینه بینیم که چطور همون مردم همجا ایستادگی تونستن. ما با سمولت ها، با صاروخ ها از بحر زدیم، با همه کار کردیم، شکست نخوردن و ایستادگی کردن تونستن. و ما میدونیم که در اونجا شما و جماعت شما حرکت مهاجرین اهل سنت ایران در اونجا بودن. اگر سیر نباشه چطور تونستید در اونجا ایستادگی کرده؟ البته منطقه کبینی منطقه فراوانی هست و وسیعی هست. جبل اکراد میگن منطقه کبینی که ما اونجا بودیم. منظورم اینه افراد دیگر و جماعت‌های دیگری هم بودن، مثلا ما اونجا تنها نبودیم، برادران دیگر از جماعت‌های دیگر هم بودن. ولی حقیقتا یعنی مقاومتی که اونجا شد یعنی حتی با معیارهای عسکری و نظامی باور نکردنی بود. ولی علت و سببش چی بود؟ میشه علت و علل زیادی داشت ولی میشه به چند تاش اشاره کرد. یکی این که اعتقاد و ایمان به الله متعال و جنگیدن در راه الله متعال واسه این که شریعت الله متعال حاکم باشه. این یکی از بزرگترین و مهمترین عاملش این بود، اعتقاد به بهشت الله متعال، اعتقاد به این مقام شهادت که بعد از نبوت و صدیقیت یکی از مقامهای والاست که الله متعال در قرآن بهش اشاره کرده. به خاطر این شهادت بود که صاحب رسالت، صاحب نبوت که نیازی به هیچ چیزی ندارد چون نبوت دارد، در اعلی مقامات قرار دارد، ولی بارها و بارها تمنا کرده که الله بهش شهادت نصیب کنه. این یکی از عامل‌هایی که خیلی مهم بود واسه این که برادران بتوانن اونجا ایستادگی کنن. دوم ماهیت دشمنی که ما با اون در جنگ بودیم،
طبق اقوال علمای ما چه در معاصر چه در گذشته از بدترین و خبیثترین دشمنان اسلام هستند. مثلا ما با روس‌ها درگیر بودیم. بله. واسه مجاهدین فی سبیل الله خیلی مهمه با کی درگیر هستند، با کی می‌جنگن، واسه اینکه از لحاظ از ناحیه روحی و روانی مرتاح باشن. حتی دشمنت خبیثتر و شدیدتر و مثلا کافرتر باشد، جنگیدن واسه ما آسانتر میشه. بله. وقتی ما نگاه میکردیم دشمنان ما کی هستن، مثلا روس‌ها بودن. بله. روس‌ها بودن، پسمانده شیوعی ها، کمونیست های استالینی و لینینی و پسمانده های اونا بودن که اینجا با ما و با مردم مسلمان سوریه می جنگیدن. بعدا اونایی بودن که مثلا هر روز بعد از نمازشان، اگر درست باشه بگیم نماز، بعد از اون چیزی که میخونن بهش میگن نماز، وقتی سلام میدن به اول و دوم و سوم لعنت میکنن، به ناموس پیامبر لعنت میکنن، زشت میگن، نفرت میکنن، به الله متعال نسبت بد میدهند، به احترامی میکنن، بدگویی میکنن، استهزا میکنن، به قرآن اهانت میکنن. وقتی ما با اینا درگیر میشیم، جنگ میکنیم، مثلا واسه ما آسان میشه ایستادن. با نصیری ها درگیر بودیم که به اتفاق تمام علما از یهود و نصارا بدتره. وقتی این عوامل روی هم جمع میشه، این سبب میشه شما مثلا وقتی یک پیرزنی، یک بچه، یک کودکی زیر آوار مثلا میمونه و داد میزنه به الله متعال و از مسلمانان بعد از الله متعال کمک میخواد، این به ما زندان سیدنایا، اغتصاب حرائر و زنان مسلمان در سوریه، این به ما قوت میداد که باید بایستیم. غیر این چاره دیگری نداریم، راه دیگری نداریم، باید بایستیم. و اینا و بعد از اینا استفاده کردن از اسباب مادی و اینا، مثلا مثل حفر خنادق و مغاره ها و اینجور چیزا سبب شد که بتوانیم اونجا با بقیه برادران ایستادگی کنیم که الحمدلله به نتیجه خوبی هم رسید. بسیار آوازها هست که در اونجا 3 طابق 4 طابق مغاره و کافتگی هستند، مانندش یک شهر شده. همین درست است یا چطور است؟ والله الحمدلله، یعنی قبل از اینکه معرکه 2000 و آخر 2019 شروع بشه، یعنی 2019 به 2020 شروع بشه، قبل از اینکه این معرکه شروع بشه ما میدونستیم اگر معرکه بعدی شروع بشه خیلی سخت میشه. بله. چون حیاتی بود، یعنی باید مثلا قضیه را یه طرف به یه طرف مثلا باید مغلوب میشد. واسه همین قبل از شروع معرکه ما مشغول شدیم که مثلا زیر این کوه ها مثلا حفر کنیم، مغاره بسازیم اینا. و اونجا حسب تجربیات و سلیقه برادران هم فرق میکرد. جاهایی بود خیلی محکم، خیلی منظم و مرتب و با همه چیزهایی که مثلا لازم بود اونجا حفر میکردن. یعنی چیزی بود همچون مثلا یه ساختمان کامل که مثلا بشه در اونجا زندگی کرد، واسه مثلا 1 ماهی نیاز به هیچ نداشته باشه، مثلا حتی واسه آب و چیزهایی که لازم بود مثلا اینا هم تأمین کرده بودن. همینها سبب شد که مثلا برادران محکم بیستن به فضل الله تعالی. ماشاءالله خداوند قبول کنه جهاد شما، این جهد شما باور کنه. حتی هر یک سوریون میدونن که کوه کیبانی چی هست و میندار هستن از شما، خداوند قبول کند. حتی من البته نگفته نماند این کوه ها مشهور است به جبل الاکراد. ما قدیما در زمان صلاح الدین هم اونجا بودیم، کارهای کردیم اونجا، به نوعی آشنایی داریم دیگه. در خاطر دارم زبیر جوان شهید شد در کیبینی. خدا قبول کند، خیلی زیرک، یک جوان زیرک بود. مثلا من شناس بودم با او. بعد وقتی که عزا رفتم نزد پدرش، عزا رفتم، او با من یک شخص را نشان داد که همین آدم با زبیر یک جا بود، میگفت در خندق یک جا بود میگد. ولیکن خداوند شهید کرد زبیر را، قبول کرد و این شخص سالم ماند، زنده ماند و این شخص تا حال گریه دارد که چرا من شهید نشدم. همون برادر چی نام داشت در خاطرم نیست،
لیکن ابو زبیر به من نشان داد که همین برادر تا حاضر غمگین است که چرا زبیر جوان شهید شد و من شهید نشدم. من هر باری که رباط میرم دعا میکنم که خداوند مرا شهید کن. گفتم خیلی ماشاءالله جماعت شما تشنه شهادت هستن. من در حیران موندم که چی یک شهادت را دوست میدارم. برمیگردیم به سوالهای خود. ایران در ذخیره نفت در روی دنیا جای سوم جا می ایستد. یعنی در ذخیره نفت بسیارتر از روسیه، از امریکا، از قطر و عمان و غیره هست که ذخیره خیلی بوی دارد. یعنی با این خیلی ذخیره ها ما میدونیم که دولت ها خیلی با سطح زندگی بلند دارند، سطح زندگی مردمشون بلند می شود. مثلا قطر، عمان، کدام دولتی که گفتیم کمتر از نفت ایران دارد نگاه میکنید سطح زندگی بلند است. سوال این است که مردم ایران سطح زندگیشون چطور بها میتید؟ بلند است یا پست؟ بله. البته سوالای جناب عالی جوری هستند که ما را میبرد به اول انقلاب. علی رغم اینکه ما اول انقلاب یعنی عمری آنچنانی نداشتیم ولی بعد از انقلاب چیزهای یادمون هست. در اوایل انقلاب قرار بر این بود چنان که خمینی میگفت همه چیز مجانی بشه. آب، نان، برق، اتوبوس مثلا درون شهری و بیرون شهری و همه چیز خدمات رایگان بشه. چرا؟ چون ما روی بحری از نفت و ذخایر زیرزمینی هستیم. اینجوری هم بود، یعنی این در این قسمتش صحیح بود و میگفت ما دنیا و قیامت شما را آباد میکنیم، ولی نتیجه عکس شد. تماما دنیای مردم خراب شد، قیامت مردم هم خراب شد. مردم در سفره هاشون نون نیز بخورن. در ایران نبوده که مردم برن جوبگردی کنن، آشغالگردی کنن، نون و اونجا را پیدا کنن. نبوده، خیلی کم. ولی حالا بالای نصف ایران، جمعیت ایران زیر خط فقر هستن. الله اکبر. تمام مردم ایران اگر مبالغه نگفته باشیم یا 95% مردم ایران به خاطر این نظام که نام اسلامی روی خودش گذاشته از دین متنفر شدن. الله الله. جوانانی که در اول انقلاب بدون سلاح مثلا میرفتن جنگ عراق و اینا، علی رغم این که مثلا ما دین شیعه را باطل میدونیم ولی اونا ملتزم بودن و دین خودشونو دوست داشتن. اینجوری بدون سلاح 8 سال جنگ کردن. ولی الان جوانان ایرانی همه از دین متنفرن. برای چی؟ برای اینکه سیاست غلط سران نظام، اون اموال و ثروت یعنی زیرزمینی و مثلا تمام ثروت ایران در خلاف جهت صحیح صرف میشه. مثلا برای صدور انقلاب صرف میشه. برای به قول خودشان این وزیر اطلاعاتی اسبق ایران میگفت ما 4 پایتخت کشورهای عربی را فتح کردیم. برای این که مثلا این کشورهای دیگر و خاورمیانه را هم تماما فتح کنن، مسلط بشن، هزینه میکردن. یعنی اون ثروت کلان ایران به جای اینکه در سفره مردم باشد، در سیاستهای ناصحیح و ناسالم ایران در خارج ایران صرف میشد. از این چی فایده میگیرد شهرونده ایران؟ مثال ما بدونیم که در سوریه بشار اسد میلیون ها دلار کمک کرد، در عراق اینچنین، حتی در تاجیکستان هم پول کمک کنند. از این چی فایده میگیرن مردم ایران که شما میگید که در حالت گشنگی هستن، سطح زندگیشون پست هستن؟ مردم، تصور مردم این نیست. مردم از این بدشون میاد، از این سیاست خارجی ایران بدشون میاد، بیزارن. بارها و بارها شده در تظاهرات های مردم ایران اعلام کنند که ما نمیخوایم شما در کشورهای دیگر دخالت کنید. دخالت کردن در کشورهای دیگر هزینه بر از ما نمیخوایم و این با ضوابط بین المللی رایج امروز هم درست در نمیاد. هر کس در داخل کشور خود مشغول حکومت و اداره مملکت و مردم خودش باید باشد. ولی ما گفتیم در اول اونا بعد از اینکه انقلاب شروع شد و انقلاب حتی باید به این اشاره کرد، انقلاب اونا نبود، انقلاب مردم ایران بود.
اونا از مردم دزدیدن، حقیقتا به سرقت بردن. بعد از اینکه انقلاب به سرقت بردن و مسلط شدن، اون سیاستی که از کتبهای شیعه، از اصول اعتقاداتی خودشان یاد گرفتن، میخواستن با این روش، با این تفکر مثلا بر منطقه مسلط بشن. کاری نداشتن. حتی بعضی ها میگن اصلا مردم چیکاره هستن؟ مردم کی هستن که ما ازشان بپرسیم؟ اونا تصورشان این است باید امپراتوری که زمان ساسانی در منطقه آخر امپراتور، آخرین حدود امپراتور کجا بوده، به اونجا برسن و به بهانه اینکه مثلا خلافت از علی و آل بیت ضبط شده باید بازپس بگیریم، انتقام بگیریم. حتی میگن امام مهدی وقتی میاد باید انتقام بگیرد. با این تصور اونا اومدن و تصور و سیاستشان غلط آب در اومد. مردم خودشان فقیر شدن، ثروت کلان ملی ضایع شد و نتیجه هم نگرفتن. همین سبب شده که مردم در نهایت فقیری زندگی کنند و نظام هم بعد از 40 سال برد نقطه صفری که اول انقلاب بود در داخل ایران، در لاک خودش و مثلا ممنون و بالاجبار و در نهایت خفت و ذلت مثلا با امریکا و با اسرائیل و اینا مثلا بیاد توافق کند، مذاکره کند و زیر خواسته های اونا برد. ولی در آخر کی هزینه کرده؟ اونا که هزینه نکردن، نه از لحاظ جانی هزینه کردن نه از لحاظ مادی. همیشه در بالا هستن، ولی اونی که مثلا هزینه کرده، ضرر کرده مردمن. پسرشان کشته شده، ثروت و مال و زندگیشان به باد رفته و حالا هیچ امیدی به آینده ندارن و در نهایت فقیری زندگی میکنن. و عجیب این است که ما وقتی که میگویم که مردم ایران ضرر میبینند از حکومت، مردم تاجیکستان باور نمیکنند. من نگاه کنید از سخن خودی شهروند ایران ما میشنویم که چی یک حالت زندگی وزبین دارند، ولیکن حکومت ولایت فقیه باشد تمام پول مال این دولت رو گرفته با دولت لبنان، سوریه، عراق و با چند جاها صرف میکند و در آخر کمم ناکام میشود، از این مانده از این رانده میشود. این چی یک سیاست یک بی‌عقلانه است که مردم خودت رو، شهروند خودی ایران را ظلم میکنند و در حالت وزمین دارند. من حتی ویدیوها را دیدم که در زاهدان دیولای لاین هستند، در اصل 21 نگاه میکنی مانند اصل 18 و 19 زندگی دارند و ایران سینیم در ذخیره جای سیوم است در روی دنیا. یعنی بهتر از دیگر دولت ها. با این بایگری ها تو میتونی به بهترین مرتبه حالت باید زندگی کنی، کمترینش صاحب خانه، ماشین، جای کاری خوب داشته باشی. یکی نگاه میکنید من در حیرت موندم تو اینقدر مردم ایران در ظلم هستند. بله، مردم ایران حالیا مثلا آرزوشان اینه، خیلی هاشون یا اینکه بمیرن یا اینکه راهی پیدا کنند و از ایران خارج بشن. یعنی امیدی نداره. مثلا میشه یک انسانی فقیر باشد ولی امیدی دارد، میگه مثلا میشه در آینده مثلا با توجه به این امکانیاتی که هست در آینده امید دارد که مثلا چیزی واسه خودش سر هم کند. ولی مردم ایران با توجه به این سیاستی که نظام ایران در پیش گرفته به آینده هم امید ندارند و هیچ امکانیاتی نیست واسه برون رفتن از این وضعیتی که حالا موجوده. چون هنوز ایران بر طبل جنگ و کشت و کشتار و اینا میزنه دیگه. یعنی از روزی که انقلاب شده در ایران خاورمیانه روی آسودگی به خودشون ندیده. همش قتل و قتول هست، همش قتل و قتال و کشتار است. ایران یا مستقیما درگیر است یا غیر مستقیما از رعف جماعتایی که خودش درست کرده از اونها استفاده میکنه و جنگ و کشتار و قتال و اینا مثلا درست میکنن. چند روز پیش یا چند ماه شد به فکرم جنگ اسرائیل و ایران شده گذشت و شما پیگیری کردین و شما چی تحلیل کردید که این جنگ تا کجای دوام میدهد و عاقبت این جنگ چی میشود؟ تحلیل شما چی بود؟ والا این جنگی که مثلا بین ایران و مثلا اسرائیل اتفاق افتاد، اول باید اینجوری نگاه کنیم واسه چیست؟ هدف از این جنگ چی بود؟ چیست؟
در سخنان پیش اشاره کردیم ایران میخواد بر منطقه مسلط بشه، یعنی یک کشور سلطه‌جو، توسعه طلب و با اون افکاری که مثلا باید انقلاب ایران را به تمام منطقه صادر کرد، با این هدف به منطقه نگاه میکنه و در این راستا تلاش میکنه. در مقابلش اسرائیل هست که یک حکومتی مثلا در یک منطقه به زور مردم اون منطقه را بیرون کردن و مثلا دولت‌های غربی در زمان ضعف مسلمانان و در زمان قوت اونا یک دولت غاصبی اینجا مثلا گذاشتن، ولی چشمانداز آینده این دولت هم اسرائیل کبراست، اسرائیل بزرگ است. حالا میدان معرکه کجاست؟ دو حکومت هستند با این چشمانداز، ولی میدان یکیست، خاورمیانه است، شرق الاوسط است. واسه همین زیاده خواهی دو طرف مثلا با هم درگیر میشن. قضیه فلسطین و مسلمان و اهل اسلام و اینجور چیزا نیست، قضیه مصالح و منافع مادی و سلطه‌گری و توسعه طلبی است. این دوتا با هم درگیرن. به تعبیر دیگر مثلا روی پیکر نیمه جان مسلمانان اهل سنت درگیر میشن، هر کدام میخواد یک قسمتی واسه خودش ببرد و الا مشکلی خاصی بین اونا نیست. اگر هر دوتاشون قناعت کنن و به تصالحه برسن که مثلا این قسمت مال من و این قسمت مال شما، جنگ و چیزی در نمیشه، چون در روش اونا، در دیانت اونا، در تاریخ هر کدام پیداست که اونا با هم بودن، همیشه با هم بودن. یعنی اگر بیای شباهت هایی که یا نقاط مشترکی روافض و شیعه را با یهود مقایسه کنید، بالای مثلا نقاط مشترکی مثلا 50 نقطه 100 نقطه اشتراک بین اونا هست، هیچ مشکلی از لحاظ دینی اینجور چیزا ندارن. و فلسطین هم بهانه بیش نیست، فقط توسعه طلبی و زیاده خواهی و کی بیشتر بگیرد. وقتی که مسلمانان اهل سنت حکومتی ندارن، خلافتی ندارن، مثلا دولتی نیست که از حق و حقوق و سرزمین های اسلامی دفاع کند، دیگه مثلا به نوعی میشه گفت جنگ و درگیری بین کفتار هاست بر پیکر نیمه جان اهل سنت. حکومت ایران دعوا دارد که شما گروه های داعشی تندرو هستین گفته، آیا جماعت شما با گروه های داعش ربط و علاقه دارد یا ندارد؟ بله. نه اصلا ما نه قدیم و نه الان مثلا هیچ رابطه‌ای با نه از لحاظ تنظیماتی، لحاظ سیاسی و از لحاظ فکری و اعتقادی هیچ ارتباطی با داعش نداریم و نداشتیم و اونا هم میدونن که ما اینجوری نیستیم. ولی همیشه اونا چنانکه شیخ الاسلام میفرماید من دروغگوتر از قوم روافض ندیدم. همیشه دروغ میگن، یعنی مردم خودشونو فریب میدن، مثلا تا اینکه مثلا مردم میفهمن و اکثر مردم دنبال نمیکنن که ببینیم مثلا دنبال کنن، تحقیق کنن، چنانکه الله متعال اسما میخواد اگر چیزی خبری بود باید تبیین کرد. ولی مثلا اونا مردم عوام اصلا وقت ندارن دنبال کنن. وقتی اونا با اعلام مثلا وسیعشون، این امپراتوری عظیم اعلامی که در ایران هست مثلا همیشه دارد مثلا روی چیزی مثلا صحبت میکنه، دیگه مردم عوام قبول میکنن و الا ما هیچ ربطی نداریم و سابقه ما هم اینو میگه. و قبل از اینکه به سوریه بیایم بارها ما رو دعوت میکردن مثلا به اطلاعات و از ما میپرسیدن اگر شما دو راه دارید، یا اینکه داعشی هستید یا اینکه باید علیه داعش صحبت کنید. از من میخواستن که من علیه داعش صحبت کنم. من هم میگفتم من داعش نیستم و علیه اونا هم صحبت نمی کنم، کاری به اونا ندارم. چرا مثلا باید حتما واسه اینکه اثبات کنم که من داعش نیستم علیه اونا صحبت کنم؟ نه اصلا نیست. بعدم گفتم پس کسانی که رفتن پیش داعش مثلا از کلاس و مدرسه شما رفتن اونجا، شما هم مادام اینکه شما از کلاس شما بوده و شاگرد شما بودن شما هم داعشی هستی. گفتم اگر این قیاس صحیح باشد پس علی علیه السلام رضی الله عنه هم مثلا خوارج بوده، چون خوارج از سپاه اون جدا شدن. مگر میشه کسی که روزی اومده مدرسه من یا من واسه اون مثلا صحبت هایی یا نصیحت هایی کردم بعدا رفته
مثلا به من بچسبونی مال من نیست. اگر این قاعده صحیح باشد پس علی هم خوارج بوده، چون اونایی که خوارج شدن در آخر و باب علی درگیر شدن رضی الله عنه از مدرسه او بودن. پس نه، این فقط واسه بهانه از واسه زدن ما، واسه بدبین کردن مردم به نسبت ما و تشویه کردن چهره ما. ولی الحمدلله متعال سابقه ما و این دین و این مذهب و این افکاری که ما پیرو میکنیم با توجه به این که مثلا با فطرت هر انسانی سازگار هست نمیتونن در این میدان زیاد مثلا کار کنن. بعد از مدتی دیگه همه میفهمن که ما کی هستیم، چی هستیم، دنبال چی هستیم و راه و روش و تعامل من چی هست. انشاءالله. اگر شما خبر داشته باشید پرزیدنت تاجیکستان خود را پدر ملت اعلام کرد، پیشوای ملت اعلام کرد، یک حمایتگری ملت تاجیک اعلام کرد و وقتی که تاجیک‌ها از افغانستان گریزه شدند با تاجیکستان قبول کرد، به منطقه تاجیکستان قبول کرد، حمایت کرد، گویا من حمایتگری ملت تاجیک هستم، پدر ملت هستم. و این چنین ایران بزرگ میگوید که ما فارسی بزرگ هستیم، ما حمایتگر هستیم از فارسی زبان ها و هزارها گریزایی که از افغانستان بودن در منطقه جای داد، پشتیبانی کرد. و این تقریبا یک ماه پیش پرزیدنت تاجیکستان، پرزیدنت افغانستان، نماینده پرزیدنت ایران و نماینده افغانستان و دیگر پرزیدنت ها در آذربایجان نشستند و در زیر دری پنهان، دری محکم، در زیر پرده یک سیاست بردند که از اونجا برآمدند و همه کسا تاجیکستان زوران مجبوران مردمی ملت تاجیک افغانان را از دولت خارج کرد. اینچنین پاکستان هم شهروندان افغانستان را زوران اخراج کرد و ایران و حتی ویدیو هست که با ضرب و شکنجه مردمان را به افغانستان اخراج کرد. یعنی ما میبینیم که این پرزیدنت ها دعوا دارن که ما پیشوا هستیم، حمایتگری ملت هستیم، ولیکن هم ملت خودشون را امروز مجبور زوران اخراج میکنند. چی سیاستی در پشت پرده شد که این پرزیدنت تاجیکستان و ایران تغییر یافتن و ضد سخنان خودشون شدن که اونچه که دوام میکردن ضد خلاف خودشون شدن و مردمی افغانستان را زوران اخراج کردن. البته اونا مثلا نگاهشان چنان که قبلا هم گفتیم نگاهشان نگاه مصلحتی و منفعتی هست. دولت‌ها معمولا اینجوری هستند، خصوصا دولت‌هایی که ملتزم و مقید به مسائل دینی و اخلاقی و اینجور چیزا نیستند. وقتی که مصلحتشان در این هست که مثلا از نیروی کاری افغانی استفاده کنن، راهو باز میکنن، دروازه ها را باز میکنن مردم بیان. وقتی مردم اومدن به اونا مثلا در غرب هست، در اروپا هست، به اونا اقامه بدن تا مثل یک شهروند بتوانند از حقوق خودشان استفاده کنن، اینجوری نمیکنن. واسه همین که مثلا نیرویی که از افغانستان اومده ایران یا اومده تاجیکستان ازش بهره‌وری و استفاده بشه، ولی همیشه این نیرو در حالت قلق و اضطراب باشد، واسه اینکه از نیروش استفاده کنن به در ایزای حق مثلا نصف حقوق. ولیکن من گفتنی هستم که بخشش درست شما ذکر کردید که مصلحت با مصلحت خود استفاده برند، ولیکن من گفتنی هستم که حکومت ایران دعوا دارد که ما فورس بزرگ هستیم و حمایتگر هستیم، یا چطور که گفتید میخواد امپراتورش دوام دهد. این چنین آدمایی که گریختن از جزئی اونها هستند و این چنین تاجیکستان هم آنچه که دوام میکند اینها چی سبب شد که تغییر یافتند. مثال مصلحت درست است، ولیکن وقتی که ایران دعوا دارد که ما فورس بزرگ هستیم، این بزرگی ما امپراتوریوم دوام میتیم برمیگردانیم و در اینجا میبینی که خلاف میکنند و مردم ایران را زده مجبور شکنجه داده اخراج میکنند. من فهمیش این که آنچه که میگویند یعنی در عقلشون چی گذاشت که من این چیزی که گفتم مقدمه چینی بود واسه اینکه به نتیجه برسیم که هدف چیست، چرا اخراج میکنن. بله.
اول واسه این که مثلا مصلحت اینجوری بود، مثلا اونا نیاز داشتن به نیروی کاری مثلا. بعدن وقتی که مثلا از لحاظ اقتصادی اوضاع به طور عموم و خصوصا در ایران اوضاع اقتصادی خوب نیست و از جهت قوانین نمیشه یهو مثلا 1 میلیون نفر مثلا آواره اخراج کنی بدون اینکه در نظر بگیری مسائل اقتصادی و مالی و حق و حقوق اینا. ممنوع اینه دیگه، مثلا در قوانین بین المللی، در قوانین دولت ها این درست نیست، یعنی قابل قبول نیست. ولی اونا مثلا میان واسه اینکه اقتصادشان خوب نیست و اینا مثلا نمیتوانن از حقوق خودشان دفاع کنن، هیچ مدارکی ندارن، یعنی قسمت اعظمشون بدون مدارک هستن، بدون اقامه هستن، جنسیت ندارن، هویتی مثلا ایرانی و مثلا تاجیکی ندارن، بیرون کردنشان آسانه. و در آخر هم نقطه سومش میشه مربوط به افغانستان. مثلا افغانستان یک حکومت جدید و تازه تأسیس امارت اسلامی و طالبان هست و از لحاظ با توجه به اینکه دولت ها بهش اعتراف نمی کنند و در یک حصار و در یک زندان محبوس هست، رسما هیچ دولتی با اون تعامل نمیکنه، بخوان به اونا هم فشار بیاورن، اومدن اینا را اخراج کردن تا توانستن، بله، تا توانستن از اونا استفاده مادی کردن، از لحاظ استفاده نیروی مادی و اینا با نیمه حقوق. بعدن که هیچ کس از اونا نمیپرسه، هیچ مدرکی نمیپرسه، هیچ مدرکی ندارن، نمیتوانن در هیچ دادگاهی، در هیچ محاکمی مثلا علیه مثلا ایران اقامه دعوا کنن، بیرون کردنشان آسانه و فشار آوردن به مثلا امارت اسلامی و اینا. بعدن هم در آخر هم واسه این روش یا این تعامل با این افغانی ها مثلا کمان که گفتیم از لحاظ قوانین جهانی و بین المللی قابل قبول نیست، اونا اومدن بهانه‌ای درست کردن. مثلا در ایران از 1 میلیون نمیدونم 3 میلیون 2 میلیون افغانی اونجا هست، 1 نفر 10 نفر مثلا اونا نمیدونم درستی صحیح غلط یا دروغ میگن اینا واسه اسرائیل جاسوسی کردن به خاطر 10 نفر افغانی تمام افغانی ها را مثلا از کشور بیرون کنن، در حالی که چندین برابر ایرانیان اصلی مثلا اهل ایرانن، زاده ایران هستن، واسه اسرائیل مثلا تجسس کردن، هیچی نمیگن، هیچی نشده. مثلا چرا افغانی هایی که مثلا هیچ سرپناهی ندارن اونا باید بیرون بره؟ و این قضیه که مثلا شما میگی ادعا میکنن که ما رهبر و مثلا پیشوای فارسی زبانان هستیم، گفتیم فقط مصلحت هست در دولت‌های غیر دینی و غیر اخلاقی، مصلحت و منفعت مادی در نظر گرفته میشه. این مسائل اخلاقی هستن، اونا دور هستن از این مسائل، مثلا اینو در نظر نمیگیرن، فقط واسه فریب دادن مردم، خصوصا عوام مردم، به این جور چیزا فریب میخورن. مثلا ما فارسیم، شما عربی، اونا کردن، اینای دیگه، مثلا به این مسائل و به این بهانه اونا را فریب میدن و به طرف خودشان. چون امروزه مثلا مهم است جماور مردم، خصوصا مردم کشورهای دیگه، از سیاست شما دفاع کنه خیلی مهمه، یعنی جانب شما را نیرومند میکنه، قوی میکنه. با این سیاست که ما مثلا فارس هستیم، ما فلان هستیم، این مردم خودشان و مردم کشورهای همجوار که فارسی زبان هستن به طرف خودشان میارن و جانب خودشان تقویت کنن و همچنین در داخل اونا بتوان جا پای خودشان رو پیدا کنن و اون سیاستی که دارن، چه از لحاظ مسائل سیاسی، چه از لحاظ مذهبی، بتوانن جایی درست کنن که بتوانن این افکار خودشان رو به این جامعه تزریق کنن. اکن از گفت سخن شما ما فهمیدم که در آذربایجان اینها نشستن و یک گپاشون درست نآمد، بعد همه کسا پاکستان و تاجیکستان و ایران فشار با حکومت افغانستان فشار خواستن آب بیارن و مردم شهروندان افغانستان از جمله عللی که مثلا اخراج میکنن یکیش این است که فشار به طالبان و بینا بیارن و در همین فشار یا از این کارت فشار مثلا بخوان
یه چیزهایی مثلا به افغانها بگن یا مثلا نفوذ بیشتری در افغانستان مثلا پیدا بکنن یا به افغانی ها چیزهایی مثلا که خودشون میخوان تحمیل کنن، یعنی فشار بیارن دیگه. بله. شما یگان بار در تاجیکستان بودید، یگان بار زیارت رفتید، چی خیال و تصورات دارید از تاجیکستان؟ بله والا تا حالا مثلا یعنی نشده، این قسمت نشده که بیاییم تاجیکستان، ولی تصور ما از تاجیکستان این است که مثلا درستی حالیاً مثلا یک کشور کوچکی است ولی کشور کهن با فرهنگ، با حضارت، با آداب زیبا و خوب و با مردم وابسته به دین و اینا، ولی متاسفانه همچنین تمام کشورهای اسلامی در زمان حکومت‌های جبری، تاجیکستان هم مثل بقیه کشورهای اسلامی اون معاناتی که مسلمانان در کشورهای دیگر دارن، مردم تاجیکستان هم از این معانات رنج میبرد. مردم محدود هستند از لحاظ مذهبی، مساجد محدود هستند، روحانیون، ملاها، علمای دین محدود هستند، در زندان هستند. من خیلی وقت مثلا پیگیری میکردم اخبار تاجیکستان و خصوصا بعد از جنگ داخلی 92 تا 97 و اینا و این جماعت نهضت اسلامی و اینا، ولی بعداً با این خدعه‌ای که علمانی ها در تمام کشورها مثلا پیرو میکنن، اسلامی ها را میکشن داخل حکومت و سیاست و اینا و بعد از مدتی اونا را محو میکنن و ساقط میکنن و در تمام کشورها این هست و در تاجیکستان هم این جور چیز هست، کما اینکه مثلا در اخبار و پیگیری‌هایی که کردیم اینجوری میبینیم. ولی چنان که میگن این شبهای سیاه به آخر داره میرسه و انشاءالله در تمام کشورهای اسلامی و مسلمانان به صبح روشن و این میرسن و مسلمانان به جایگاهی که داشتن قدیم و قبلا انشاءالله به این جایگاه خواهند رسید انشاءالله. اگر شما خبر داشته باشید از تاجیکستان، در تاجیکستان روز از روز قانونهای ضد مردمی و ضد دینی برآورده شدند. ستر و حجاب ممنوع، ریش ماندن ممنوع، تا 18 ساله به مسجد رفتن ممنوع، تا 40 ساله به حج زیارت حج رفتن ممنوع، یعنی آموختن کتاب قرآن کریم ممنوع. یعنی روز از روز قانونهای ضد مردمی دینی برآورده شدند. شما چی مصلحت میتید به مردم چیکار کنند؟ یعنی راهی حلی هست که پیش اینو گرفته شود یا یگان راه هست برای که همین چیزا روز از روز دشوار شده است و کم و آسانه؟ والا این فشار حکومت هایی که امروزه هست در حکومت های علمانی، یعنی که گفت اون اذناب استعمار قدیم که استعمار مردمان مسلمان از منطقه بیرون کردن، ولی بعد از بیرون رفتن خودشان کسانی از جنس خودشان روی ملت های مسلمانان گذاشتن. این سنت الهی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید قبل از اسلام هم اینجوری بوده، یعنی کسانی که مسلمان بودند و التزام دینی داشتند برخورد حکومت ها با اینا اینجوری بود. چرا؟ به خاطر اینکه کسی که از سرچشمه دین مثلا چیزی میگیره، چیزی یاد میگیره و از آموزه های دینی استفاده میکنه، زیر بار این حکومت های جائر نمیره. واسه همین اونا با این افراد درگیر میشن و در حدی که مثلا اگر بتوانن سرکوب کنن و الا دست به قتل و کشتار و اینا میزنن. در تاجیکستان هم اینجوریه و این سنت است و مسلمانان باید واسه امتحان دادن خودشان، خداوند متعال ما را واسه امتحان کردن آفریده. آیا ما در این امتحان پیروز میشیم یا نه؟ وظیفه ما خصوصا علما و مردم این است که یعنی ساکت نباشن مردم و بعضی از این قوانین مثلا قبول نکنن و قانون اینه یا بگیم سنت اینه، هر وقت یک قانونی قبول کردی این مقدمه از واسه قانون بعدی. اگر قانون بعدی و دوم قبول کردی قانون سوم میاد. باید برخورد کرد
اما نه اینکه برخورد فیزیکی. اول باید علما دعوت کنن، ارشاد کنن، مردم آگاه کنن و سنت پیامبر هم این بود صلی الله علیه و سلم. به این معنی نیست فقط باید ما بریم در مسجد با بلندگو مردم رو دعوت کنیم. میشه یک داعی میتواند در خونه خودش، در بین اقوام و خیش و فامیل های خودش، در محل کار خودش، در هر جایی که هست دعوت کند، شروع کند، مثلا امر به معروف نهی از منکر. از خیریت این امت این است که مثلا الله متعال به ما میگه شما بهترین امت ها هستید به خاطر اینکه امر به معروف میکنی، نهی از منکر میکنی. باید این سنت رو زنده کنیم و این امر به معروف و نهی از منکر هم مخصوص یک قشری خاصی نیست، یک طایفه خاصی نیست که مثلا روحانی هست، عالم دینی هست. هر کسی در هر اندازه به اون اندازه که از دین میفهمد باید امر به معروف کند و نهی از منکر کند و مردم را دعوت کند به دین الله متعال و مردم را بترساند از الله متعال، از قیامت. توصیه ما این است که مثلا اول علما، طلاب علم، مثلا مردم، نخبگان در هر جایی هستند، در بین اقوام، در بین خویشان، در خانواده خودشان، پوچ بودن و باطل بودن افکار این علمانی ها فاش شده دیگه. مثلا ما 100 سال در تمام دنیای اسلام تجربه میکنیم، هیچ چیزی ندارن، یعنی ما هیچ چیزی از اونا به دست من نمیومده غیر از بدبختی و غیر از فقر و فلاکت و غیر از آلودگی جوانان ما چیزی از علمانی ها به دست من نیومده. باید برگردیم به دینمان، به اصالت خودمان، به تاریخ و فرهنگ خودمان. مثلا گفتیم تاجیکستان در زمانی مهد علما بوده. بخاری، امام بخاری مثلا میگن از بخارا بوده، ولی به نوعی از ایران بزرگ بوده. بسیاری از علما از بخارا، از ازبکستان، از تاجیکستان، از ایران، از خراسان، از اینا مثلا حالا شدن مثلا ستاره درخشان تاریخ امت اسلامی. باید به این مقطع زمانی برگردیم تا بار دیگر مردم ما علمای اینجوری مثلا تولید کند و به جامعه بدهد. انشاءالله. جزاک الله خیرا. ایران، تاجیکستان، افغانستان، گویم اینها یک تاریخ دارن. ما با یک دیگر ربط داریم، یعنی ما با شما ربط داریم، مردم ایران، مردم تاجیکستان ربط داریم. اگر ما در تاجیکستان رویم شما را دعوت کنیم به زیارت ما، به تاجیکستان میآیید، دعوت ما را میپذیرید؟ حتما انشاءالله. اگر مجال باشه که بذارن برگردیم انشاءالله حتما. مردم تاجیکستان، مردم مسلمان تاجیکستان، یعنی علی رغم این چیزی که ما خوندیم از اونا، از تاریخ اونا، مهمان دوستن، مثلا غریب دوستن، مثلا خیلی کشوری خوبی، زیبایی، با فرهنگی قدیمی و کهن و اینا. همچنین قدیم ها این حدود و مرزها نباشد، همه به هم سر بزنیم، زیارت کنیم، از فرهنگ متفاوتی که قرآن تعریف میکنه ببینیم، شناخت بیشتری از یکدیگر داشته باشیم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. این از حکمت خلقت بشر است که خداوند متعال است که بشر را اینجوری خلق کرده، یکی فارسی، یکی کرد، یکی ترکی، یکی عربی، تا از فرهنگ متفاوت و مختلف یکدیگر استفاده کنن و آشنا بشن. تشکر بی پایان، خیلی خوشحال شدیم. اگر شما هم دعوت کنید ما تاجیک‌ها انشالله تیار هستیم که با کمک شما به ایران رویم، زیرا که ما ایران، تاجیکستان این چیز رو دو چیز نمیبینیم، ما باید دیگر ربط داریم. ما هم تیار هستیم که با کمک شما حاضر شویم. جزاک الله خیرا. خداوند جهاد شما، آن جهدی که کرده استید خداوند قبول کند، اجر نیک دهد و سربلندانه به وطن برگرداند. ما همچنین از شما تشکر میکنیم، از برادران همراه و تیم همراه هم تشکر میکنیم و انشالله این مقدمه باشد واسه برنامه های دیگر و انشالله برنامه های بعدی من در کشور خودمان باشه انشالله. السلام علیکم. جزاک الله خیرا. خدا نگهبان باشه، دستان درد نبیند. انشالله چای با قند می نوشیم در ایران. انشالله. خدا حفظتون کنه. جزاک الله خیرا. خیلی خوشحال شدم. خیلی ممنون.